داداش این بسته از من چجوری برم توش؟ نه میخوای من بزنی؟ یا خدا نگاه تکون میخوره. آروم باش ازم. آروم. آره سر دهنش خونیه. قبلا ما رفتیم. خب یه عکس. فقط اینو چرا روش نقاشی نکردم؟ خب بچه ها میریم سراغ بازی که ببینیم چی داریم. مصر در سال 1979. خب ببینیم اینجا چیه. انگلیسی من به اندازه حامد خوب نیست. انگلیسی کار حامده نه من، ولی تا اونجایی که بلد باشم براتون میگم. گفته که امروز روز خیلی مهمیه و من قراره از اهرام مصر عکاسی بکنم. گفته که من میخوام از رودامان عکاسی بکنم. اینم دوربینشه که ماشاءالله چقدر قدیمیه. خیلی خوب بچه ها، حالا نوبت ماست که بریم. اول یه نگاهی بندازیم به دور و برمون. واو جالبه با این ماشین قدیمی. خب بریم ببینیم چیکار میکنیم. به به اینم نگهبانای ما. خب اینجا چه ورود جالبیه. ببینیم چی داریم اینجا. بله خب بریم که ببینیم مومیای فرعون رو میتونیم پیدا کنیم یا نه. اینو باش مجسمش کلش کنده شده. خب خوب حداقل روشنایی شب نیست. بریم. چه جای درندشتیه. خب نمتون میتونه بره. اهرام مصر واقعا زیباست از اونجایی که گفته شده. همان آی فاند هارد بیل. بچه ها من انگلیسی بلد نیستم. انگلیسی فقط کار حامده. باید حامد بشه انگلیسیشو بخونیم. خب اینجا انگار عبادتگاهشونه. اینم سگه. روباه چیه؟ خلاصی که اون دوران سگ و روباه هم انگار پرستش میکردن. اینجا معلوم نیست دیگه. چه باحال. خب بریم. او مای گاد داره تاریک میشه هوا. چرا تاریک نشد رو خدا. نه بول دیگه. چرا یواش میری تو؟ به به فضا رومانتیک شد. خب از اینجا که میدونم معمولا تو فیلم ها به به لامپام که روشن شد. تو فیلم ها معمولا موقعی که بخوای وارد بشی تله داره.
بهتره دقت کنیم که چی پامونو کجا میذاریم که تلمنه نداشته باشه. از این سوراخ در ببینیم چیزی نیست توش. او مای گاد. خب برو دیگه، تو برو. به به. بسم الله الرحمن الرحیم. او مای گاد، میگه قبل از اینکه نگهبان رو بیاد باید بریم از اینجا. مگه نگهبان هم داره؟ یا خدا، من همینو نگهبانشن دیگه. Really nigga؟ روباهه؟ خب چرا اینا اینقدر مجسمه روباه داشته؟ بریم ببینیم. اینجا مطمئنم حتما یه تله‌ای داره. این چرا یه دونه پا داره؟ بیخیال. سلام، چی تو دستش؟ بیخیال. ماشاءالله با چی جزئیات. That's quite big. تیم اینا رو درست کرده مجسمه هاشو. بریم بیخیال. این کاسه چی اینجا گذاشته؟ بریم. خب میگه قبل از اینکه نگهبانو بیاد باید از اینجا بری. خب جالب شد. بریم اینجا چی داریم؟ چیه؟ او مای گاد. به خوشحال بودم که حداقل این بازی خوبه تو روزه. بیا شب شد، بریم. اشکال نداریم. یه دوری بزنیم. اینجا چی داریم؟ در رو بسته. در و دیوارشو نگاه کن. چی هنو در دیوار؟ ولی اینو خیلی قبلا بیکار بودن روی در و دیواری همه شکلک کشیدن و چرا قبا هم نداریم. او مای گاد. به به، بریم پایین. بریم اینجا ببینیم چه خبره. چرا نمیری داداش؟ به به. Danger of death. فقط میدونم این نوشته واقعا خطرناکه. به حامد کجایی؟ این دیدیشو دیدم اینجا. میگه فقط همین کلمه دید یعنی مرگ. وقتی اینجا باشه دیگه فاتحه همون خونده است دیگه. بی خیال داداش. بریم ببینیم چیکار میکنیم. فکر کنم یه اخطاری مرگ داده که قراره یه بلایی سرتون بیاد دیگه. بریم ببینیم چیکار میکنیم. ببینیم چی داریم اینجا. اوکی، بسم الله الرحمن الرحیم. به به. من از جای تنگ و تاریک زیاد خوشم نمیاد. بریم حالا ببینیم اینجا چی داریم. او مای گاد. گفته میتونین عکس بگیرین. باش. سر کی رو بردن اینجا چسبوندن. ولی چه نقش و نگارایی روی در و دیوارش. چقدر زحمت کشیده برای اینا. ولی از اونجایی که گفته که این اهرام مصر رو انسان ها نساختن، آدم فضایی ها مگه ساختن؟ چه چیزی ساختن؟ خب ببینیم از این میتونیم عکس بگیریم. آره. خب بریم ببینیم دیگه چی داریم برای کسی. اینجا چی داریم؟ خالی؟ آخه چرا؟ اشکال نداره باشه یه خالی هم از این عکس نمیگیره. اینجا چی داریم؟
اوه سلام علیکم. یه عکسی هم از این بگیریم. چه اکشنی هم کرده. نمیگیره عکس. نامرد. چرا اینقدر تاریکی اینجا؟ خب اشکالی نداره. بریم ببینیم اینجا لامپ چیزی هم داریم. این دیگه چیه؟ ببینیم چی داره. خب کجا باید بریم؟ خب این باید برگردیم. از این بر بریم ببینیم چیکار میشه. بریم جلو. اینا خونه رو در و دیوار. او مای گاد. اشکال نداره بریم جلو. برو جلو دیگه. اون قسمت بالا انگار سر یکی رو گرفتن اونجا آویزون کردن. نمیره جلو دیگه. باید برگردیم که باش برمیگردیم. چون که همش تاریکه دیگه. من از چی عکس بگیرم؟ این چیه؟ باید بلند شم. بریم جلو. آخه برادر من در این تاریکی اینو نمیشه حالش کرد. یه داداش یه عکس بگیرم ازت. گفتم از این زاویه میخواست ازش عکس بگیرم، از اون زاویه نمیخواست. من به روشنایی نیاز دارم. خب از کجا روشنایی بگیرم؟ اوه بریم جلو. چی داری تو؟ داداش به به. خب جنراتور هم روشن کردیم. بریم جلو ببینیم اینجا چی داریم. به به بچه ها خوش حامدم بود. واو مومیایی پیدا کردیم. چی داریم اینجا؟ گفته اینجا چیزای زیادی داره برای عکاسی. خب بیایم عکس بگیریم. عکس نمیگیری نامرد. بریم اون بر ببینیم دیگه چی داریم. اینجا رو باش. اینا دیگه چی هن؟ این از این گردنبندو زیاد دیدم تو ایران ها. نمیدونم علامتش چیه. بیایم عکس بگیریم. خب بریم دیگه چی داریم. از اینم یه عکس بگیریم. سر کی نمیدونم چی کنده شده. بریم جلو. این چیه؟ اینا رو نمیشه با خودمون برداریم. خب بریم اینجا ببینیم دیگه چی داریم. احساس میکنم اینو از قبرش در آورده بنده خدا رو. یه عکس بگیر از این دیگه. بریم یکم جلو. آفرین
چی دارین؟ ماشاءالله اینقدر روی جنازه این بنده خدا نقاشی کردن که من تو دفترچه کوچیکم نقاشی نکردم. خب بریم دیگه. اوکی ببینیم اینجا دیگه چی داریم. اینجا رو باش یه در دیگه هم داریم. به به. خب بچه ها از اینم یه عکاسی بکنیم. این جلو نگاه کن واقعا چی اینا اینقدر کشیدن. آدم که سرش روباه سگه. خب بریم ببینیم دیگه چی داریم. واو جنراتور دوباره میتونیم روشن کنیم. خوبه دیگه. بریم جنراتور هم دوباره روشن کنیم. بچه ها توصیه میکنم تنهایی بازی نکنیم. او مای گاد چیه؟ خب عزیزم چیزی نیست. چرا احساس میکنم این داره طرف من نگاه میکنه؟ چرا به من نگاه میکنی؟ بی‌ناموس. خب بریم جلو ببینیم چی داره. ولی واقعا دارن به من نگاه میکنن. خب آی بیا دیگه. چی شد الان؟ الان چیکار شد؟ چرا قوه نمیدین به ما؟ چرا همه چی تاریک شده داشت؟ اوه اینجاست. چرخی بزنیم. خب بریم. اینجا چیه؟ این باید بپرم؟ چرا رفت؟ داداش این خیلی تاریکه. این که باز اومد. دوباره اینی برم اونجا. باش میاد. نکن دیگه. چرا اذیت میکنی؟ نومر مشکلش چیه با من؟ بیا دیگه. خب ازت عکس بگیرم ها. نه الان من بیام جلو من میزنی؟ نکن تو رو خدا این دفعه خاموش نکن. میزنم باید دعوا میکنم. داداش این بسته از من چجوری برم توش؟ ای وای میشه از اینجا بپرم؟ نمیشه. بیخیال نامرد. اوه اینجا چی داریم؟ این چیه؟ به به چه عجب. ای وای ای وای. ای چرا طرف من نگاه میکنی تو؟ ای وای
اشکالی نداره، من نگاه میکنم دیگه. بریم جای دیگه داریم بریم. خب اینجا چیزی هست؟ نه نیست. برگردیم. چرا این بری اشاره میکنی؟ باید بریم این تو. که نمیره این تو. یه عکس دیگه بگیریم. این کلن یه بازی معماییه. خب من چیکار کنم الان داداش؟ بریم همینجا ببینیم چی داریم. ولی این سگای چی داره شروع میکنه که همونجا بریم. خب من رفتم داداش چی نشد دیگه. از من که عکس گرفتم، از اونجا هم که عکس گرفتیم دیگه چی مونده اینجا؟ برادر دیگه چیزی نمونده. این چیه؟ نمیخوای برات بیارم؟ داداش ما همه اینا رو که عکاسی کردیم. اینجا چیه؟ اوه اینجا رو باش. این دیگه چیه؟ بریم جلو. چی میگه الان؟ خب خلاصه تنها چیزی که من از این میفرم اولش نوشته danger of death، این قرار بمیری تو. گفته که خلاصش میدونم چیز خوبی نیست. دفعه بعد میذارم حامد خودش تنهایی بازی کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. با این زنشه چه نگهبان هایی داره؟ چرا این همینجا نگهبان داره؟ خب بریم. وای اینا زنشن، بچه هاشون هم گرفتن همینجا و خودشون مجسمه کاری کرده باشه. عکس بگیریم نمیشه. از بقیه نمیشه عکس بگیریم. خب خیر باشه بریم جلو. نباید بترسیم، ما که نمیترسیم. به به اگه نمیترسیم میریم جلو نگاه کنیم اینجا چه خبر. این فرعون شنیدم خیلی مهمون نواز بوده. این مهموناشو که اذیت نمون. ما اومدیم یه چند تا عکس میگیریم ازت داداش. بریم این چیه؟ وایسیم ببینیم. اینجا چی داریم؟ زنش نشسته خودش کنارش وایستاده. یه عکس بگیریم؟ نه اجازه عکس نمیده.
برو جلو. حالا بی دستی چپ ببینیم اینجا چه خبره. این همونه که برگشتیم، پس بهتره بریم جلو. داداشا اینجا برم منو اذیت که نمی کنین شما. اینو چیه تو دستش؟ هی روزگار بریم. این دیگه مومیایی کیه؟ جالبه. اشکال نداره، برگردیم. انگار اینا دیگه نگهبان اون مومیاییه بوده. نمیدونم الان مومیایی کی بوده. اینا دست گذاشتن رو سرش که چیکار بشه. بیا از عکس بگیریم. دیدی از اینا گذاشت عکس بگیریم. خیر بشه. بیم برگردیم. این تو چه خبره؟ خب بچه الان چیکار کنیم؟ اینجا رو باش. خب بچه ها داریم میریم. کجا میریم نمیدونم. این دیگه کجاست؟ اینجا چی داریم؟ اینا باز دوباره نگاه هم به من نگاه میکنن، باز میدونم گردنشون رو کج میکنه. صبر کن. این چیه؟ بریم جلو. حتما یه دونه مومیایی دیگه اینجا پیدا میکنیم. صبر کن. اینجا چی داریم؟ خب بریم بچه ها. جالب این سنگین روشون نقاشی کرده بعد همینجا انداخته سر مومیایی. اینجا چند تا دره. دست چپ و راست و همه رو بریم. این دیگه چیه؟ برو تو. چرا نمیشه ازش عکس بگیریم؟ یه چیز از توش قرار در بیاد. یه عقب یه عکس کلی بگیر دیگه ازش داداش. نمیگیر. اینجا دیگه چی داریم؟ به بازم مومیایی داریم. 1 2 3 4 5. این بچه شونه حتما. به 2 تا نفر دیگه اینجا بودن که فکر نکنم چیزی ازش مونده باشه. ای روزگار. اینو نمیدونم چی گفته. خلاصه که My name is Henry Claude چیه؟ بعد گفته این بنده خدا در سال 1922 انگار اینجا اومده بوده. بعد I'm coming to this town searching for answer about the connection. گفته اینجا اومده بوده برای بعضی سوالایی که بی جواب بوده
Egyptian and being from being on war I would make out Allah. خلاصه میگه که اینجا آماده بوده برای بعضی سوالاتی که جواب نداشتن در رابطه به این اهرام مصر و اینا. بعد گفته من نیاز دارم بیشتر تحقیق کنم در مورد همچین چیزی و این مکان یک سنگ مثلا خیلی جالبی هسته، انگار ترسناک، معماییه. بعد انگار تلاش زیادی کرده. I try to leave more notes و گفته من تلاش میکنم برای تو چند تا جمله بنویسم یا راهنمایی بکنم. بنده خدا اگه زنده مونده. If I search long enough to with them would now I have a throne. من میگه من الان باید سریع بدوم. انگار چیزی دنبالش کرده بوده. The ear has turned cold and I swear I can hear the queen's pride is close to close. حالا سی بنده خدا اومده بوده اینجا برای که چند سوالاشو که بی جواب بوده پیدا بکنه. سعیم کرده تا جایی که زنده هم بوده برای ما نامه بنویسه، ولی فعلا لباساش و کلاش فقط همینجاست. خیر باشه، خدا بیامرزدش. اینجا دیگه چیزی نداریم. نه سلام علیکم. این فکر کنم زن فرعونه. بابا من اینجا اومده فقط زدن کاسی کنم، به جان تو به تو هیچ کاری ندارم. بیا ازت چند تا عکس خوشگل میگیرم، مشهور شی. باشه اینو عکس میتونم بگیرم ازش؟ نمیتونم ازش عکس بگیرم. خب ازم چیزی نیست، ما که نترسیدیم. خب میریم جلو. اومده احوال پرسی کنه، خوش آمدید بگه زندگی کاری نداره اینجا. آره دیگه اومده احوال پرسی بکنه. نگاه چرا لباسش خونیه، چرا لباسش خونیه. عزیزم سلام، چرا چشمک میزنی؟ خب چیزی نیست دیگه. این چرا پرپر میشه، چرا جلوش میه؟ داداشی، خواهری، برادری، اجازه بده من برم، به تو هیچ کاری ندارم. خب من بزنی یا خدا نگاه تکون میخوره. آروم باش ازم. آره سر دهنش خونیه. آرام ریلکس. چرا نورم کمه؟ داداش کجا رفتی؟ نه این چیزی نیست. برو نگاه از اینجا سلامت بگو برو. اینجا چی؟ دفعه بعد میذارم حامد تنهایی بازی کنه. انتقامم ازش میگیرم. صبر کن. خب ما که نمیترسیم، میریم جلو. اولی نگاهی میندازیم به دور برمون، میریم جلو. نگاه اینجا چا بود که عکس ازش بگیریم. در رو کنده از جاش. اینکه در رو بکنه دیگه برا من دیگه چی میذاره؟ نه دیگه گفته بیا از این طرفه. خیلی خب میریم. اینجا بگیریم. داداش سلام، جان مادرت. گلسوم ازم آمادگی همه چی رو داشته باش. آمادگی چی رو داشته باشم من؟ ازم یه پله است دیگه، چیزی نیست. برو. آخه نامرد، چرا تو زیر زمین؟ خواهی راه فرار نداشته باشم؟ نه بودو نکن دیگه، یواش برو. چقدر طبیعیه. سلام به برادرای گرامی نگهبانای
خوبه فرعون، چطور حال شما؟ داداش تو رو اینجا تنها گذاشتن؟ گفاشون چه رنگی هم کرده. ای روزگار. به جنازه فرعون پیدا کردیم بچه. بیخیال گیم. یه عکس بگیر ازش دیگه داداش. از اینا عکس نگیری از کی موقع عکس بگیری؟ زنش که اومد به ما یه هشدار داد رفت. چون احساس میکنم اونجا قبلا ما رفتیم. خب یه عکس. بچه فکر کنم دیگه بازی تمومه. خدایی دیگه بازی تمومه دیگه، همین جان رفتیم نگاه کرد. بی خیال این جنازه فرعون رو به ما نمیده داداش. اگه بی آسونی میداد قبلا کشفش میکردیم. یه عکسی هم از این بگیرم که نمیده عکس بگیرم. خیلی داداش بریم جلو، چیزی نیست که جانم. سلام علیکم. این بچه های خوب اینجان دیگه نه؟ صبر کن ببینم این کجا بود؟ این کجا بود من ندیدم. نامه داریم باز. این بنده خدا تا اینجا انگار پیش اومده بوده. این بنده خدا گفته من I'm now near the tomb of رودمون. بنده خدا به رودمون نزدیک شده بود و بعد an interfere reject me as link خلاصه بچه ها انگلیسی کار حامده نه کار من زیاد بلد نیستم، ولی خلاصه چیزایی که میفهمم به شما میگم. my feet them longest of the front تنها چیزی که اینجا فهمیدم بنده خدا باید تلاش بیشتری بکنه که برسه به جای دیگه. یعنی هنوز خیلی از سوالاشو نتونسته جوابشو پیدا کنه که بکنم اون زنه بنده خدا رو خورده. خب بنده خدا میگه اسمش هنری کلاود بوده. اچه بیخیال فکر نکنم ما از اینجا زنده در بیاییم. الان اگه رومو برگردونه بعدا میاد دیگه منو میخوره. خب بیا بخور. نه نگاه آروم آروم بالا رو نگاه میکنم. خب جان دیگه دفعه ای نیایی دیگه سراغ ما. ها این یکی فرار کرده بچه ها. فرار درشو باز کرده میخواسته فرار بکنه. کی هست این بنده خدا؟ این دهنشو باز مومیایی کرده. حداقل میذاشین دهنشو ببنده. چیکار کنم الان؟ بفرما. اینم دیگه الان من برم توش که چند تا جنازه دیگه هم دارم. خب داداش من الان تو این برم که میدونم تو این تنابا میکشی که دیگه نتونم برگردم. بریم بچه ها فکر نمی کنی بازیت همینجا کافیه؟ ادامهشو میذارم حامد انجام بده زنایی. حالا بریم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیت الکرسی رو بخونیم بچه ها. تو که چیزی نیست.
حتی مومیایی نباشه احساس امنیت بیشتری میکنم. اینجا دیگه بلند شم. خب خلاصه این فرعون فکر کنم زن زیاد داشته. هر جا که میبینیم. اوه بچه پیداش کردیم. جنازه فرعون رو ما پیداش کردیم. فقط اینو چرا روش نقاشی بچه ها تنهایی بازی کنید، خیلی خوبه. خیلی. چرا قوه‌مو ازم گرفتی نامرد؟ اینجا تاریکه. خب نرو دیگه، بدی دیگه، نرو ببخشید نمیام اینجا. خب اینجا چه خبره؟ باحال. عکس نمیشه بگیریم؟ از این پرده ها باید بر خونه خودم بگیرم. خیلی باحالن. نگاه رد بشیم صدا میده. چه خوشم میاد. بخیال تنها چیزیه که ازش خوشم میاد اینجا. خب بریم جلو. این چیه؟ پرده مرده میبینم اینجا. این پارچه چیه؟ گفته باید کلیدش رو پیدا کنی. داشت کلید این از کجا پیدا کنم؟ بریم. کلید میخواد از اون. این چیه؟ باز نمیشه. تو این اوضاع یک همین کم بود کلید پیدا کنم من. این در باز نمیشه. خب داداش من این تو تاریکی برم اینجا هیچی نیست. من چیکار کنم؟ من از کجا کلید پیدا کنم؟ خب بچه باید کلید پیدا کنم. بریم جلو. همینجا باید یک کلیدی به در و دیوار باشه دیگه. با عکس گرفتن نمیشه. بریم تو اوج تاریک. چیکار میشه؟ هیچ کار نشد. این کلید میخواد داداش ما. این کلید کو؟ اینجا یه در دیگه هم داریم. بیا فقط نگاه کن منو. بیا اینو گیر دادن به من. خب بچه انگار از ما کلید میخواد. شاید هم اینجا کلید باشه دیگه.
داداشو برادر مومی فرار کرد. آقا داداش کلیدت کو؟ خدایا بریم ازم بریم. چیزی نیست دیگه، بریم. باید یه کلیدی پیدا کنیم بچه ها. مومیایی هم نگاه از اینجا فرار میکنه دیگه. کی میخواد اینجا بیاد؟ اومدی اینجا خوابیدی داداش؟ بیخیال، ما فقط باید بریم کلیدو پیدا کنیم. بیا یه عکس بگیرم از این چرا قبر نداره؟ چرا روپوش نداره؟ چرا سنگ نداره؟ نه بلند میشه. این یه بلند میشه دیگه خاکی بر سر من میکنه. اون حتما کلیده ها. بچه اینجا باید یه کلید باشه بخیر. اینا نیست توش. نه آخه کلید همینجا همینجوری آویزون میکنن آخه. بیخیال بریم اینجا چی داریم. به این یک چیزی نیاز دارم. اینو باید بریم پیدا کنیم براش بیاریم. داداش من اون از کجا پیدا کنم؟ نمیشه بریم توش. بچه فکر کنم دیگه نمیتونم بازی کنم. بیاین دیگه نمیشه بازی کرد بچه ها. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. منتظر نظرات و پیشنهادات شما هستیم. این نمیشه ادامه بدم بچه دیگه. این کار یه نفره نیست، این باید 2 نفره باشه. رو بهرم نمیگرده.